إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. در آغاز خطبه همه شما را به تقوا و پرهیزگاری و التزام و تمسک به دین و شریعت الهی سفارش و توصیه می‌کنم. در اولین جمعه از ماه مبارک رمضان هستیم و جا دارد پیرامون این ماه مبارک و پربرکت و ارزش و فضیلت آن و برخورداری از این فضائل سخن گفته شود. فضائل ماه مبارک رمضان معروف و مشهور است و کم و بیش انسان از آن واقف و آگاه است. برکات زیادی در این ماه هست، اما مهمترین برکتی که خداوند بر آن تأکید نموده است در قرآن خود قرآن است با عنوان برکت این ماه. اونقدر این قضیه حائز اهمیت است که خداوند وقتی از ماه مبارک رمضان در قرآن سخن گفته است، از تنها ماهی که در قرآن از آن نام برده شده است، رمضان را با قرآن تعریف و توصیف می کند. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. این ماه رمضان ماهی است که قرآن در آن نازل شده است. می‌دانیم که نزول قرآن در ظرف 23 سال رسالت مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم صورت گرفت، اما نزول یک بارگی قرآن، نه نزول تدریجی، در ماه رمضان در شب قدر اتفاق افتاد. اراده خدا این بود که در این ماه قرآن نازل بشود تا هم این ماه
به شرافت قرآن شرف و منزلت پیدا بکند و هم قرآن جایگاهش شناخته شود، اهمیت و ارزشش با اهمیت این ماه دوچندان بشود و انسان در این ماه توجه و اقبالش به قرآن بیشتر بشود و یک انس و الفتی بین انسان و قرآن ایجاد بشود. بالاخص در این ماه آشتی با قرآن، این ماهی است که باید آن را ماه قرآن بشناسیم و با قرآن در این ماه ارتباط برقرار بکنیم، نه فقط با الفاظ قرآن، گرچه الفاظ قرآن جایگاه خاص خودش دارد، برکت خاص خودش را دارد. تلاوت قرآن، گوش دادن به قرآن، مدارسه قرآن، همه اینها از برکات این ماه است، از برکات قرآن است که انسان این توفیق را پیدا بکند که کتابی را تلاوت بکند که هر حرف آن حسنه ای برای او منظور می شود به خاطر اون هم در میزان حسنات 10 برابر به حساب می آید. هر حرف قرآن، من قرأ حرفا من القرآن فله حسنه، این است که این جزو برکات غیر قابل تصور است برای انسان مسلمان که هر حرفی که تلفظ کند برایش 10 تا حسنه به حساب بیاید از حروف قرآن. در مدارسه قرآن اگر در حلقات قرآن شرکت کند، در مساجد، همین گوش دادن به قرآن در حلقه قرآن، همین نشستن او در حلقه قرآن و شنیدن قرآن چنان برکتی برای او ایجاد بکند، چنان پاداش و فضیلتی برای او ایجاد بکند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است: مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله یتلون کتاب الله و یتدارسونه بینهم الا نزلت علیهم السکینه و غشیتهم الرحمه و حفتهم الملائکه و ذکرهم الله فی من عنده. هیچ قومی نیستند که در خانه از خانه های خدا بنشینند، جمع شوند و با هم قرآن را مدارسه کنند مگر اینکه خداوند آرامشی بر آنها نازل می کند، آرامشی از جانب پروردگار بر دلهای آنها نازل می شود که همین آرامش باعث ازدیاد ایمان است، ایمان انسان را تقویت می کند. هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. این سکینه و آرامشی که در حدیث آمده است نزلت علیهم السکینه چیز بی ارزشی نیست، چیز ساده و عادی نیست، بلکه باعث افزایش ایمان انسان می شود. و غشیتهم الرحمه، رحمت الهی آنها را فرا میگیرد، همین رحمتی که ما در این ماه به دنبال آن هست و درهای آن به روی انسانها گشوده می شود. تفتح فیه ابواب الرحمه، در این حلقات قرآن رحمت الهی انسان را فرا میگیرد. و حفتهم الملائکه، فرشتگان به انسانها احاطه می کنند. و ذکرهم الله فی من عنده، و الله جل جلاله از آنها در بین فرشتگانش در ملأ اعلا یاد می کند، از آنها نام می برد. این فضیلت است، این شرافت است برای انسان، بزرگترین شرافت است. فاصله گرفتن از قرآن بزرگترین خفت و بدبختی است برای انسان. فکر نکنم خفت و بدبختی از این برای انسان مسلمان بیشتر باشد که انس و الفتی با قرآن، با کلام خدا نداشته باشد و از این همه فضائل محروم بشود. اما قرآن تنها برای این نیست، فراتر از این است. ما فراتر از این را خیلی ندیدیم. وقتی قرآن ماه رمضان را برای ما توصیف می کند و خداوند در قرآن ماه رمضان را با قرآن برای ما توصیف می کند، شهر رمضان الذي انزل فیه القرآن، قرآن را از لحاظ خاصیت به این صورت تعریف می کند: هدی للناس و بینات من الهدی والفرقان. قرآن هدایتی است، راهنمایی است برای مردم، چراغ راه است و دلایل آشکار و روشن
از هدایت و فیصله حق از باطل. همانگونه که قرآن فرقان است، یعنی حق را از باطل برای انسان جدا می کند، تفکیک می کند. همانگونه که تقوا در این ماه نمود خاصی دارد و روزه رمضان برای انسان تقوایی را حاصل می کند که در اثر این تقوا یجعل لکم فرقانا یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، یعنی فیصله حق از باطل انسان پیدا می کند، می تواند تشخیص بدهد، روشن بینی و تشخیص و قوه تشخیص برای انسان ایجاد می کند که بتواند حق را از باطل تشخیص بدهد، به بیراهه نرود، در این آشفته بازار دنیا گم نشود، فراموش نکند از کجا آمده است به کجا باید برود، بتواند راه را از بیراهه تشخیص بدهد. از قرآن هم برای همین است که ما از آموزه های قرآن استفاده کنیم، از تعالیم قرآن بهره مند بشویم و بتوانیم با منهج قرآن انس بگیریم و از این استفاده کنیم، از این منهج و روش قرآن در تربیت انسان. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. اگر ماه رمضان ماه مبارکی است، قرآن هم ماه مبارکی است که در قرآن هم کتاب مبارکی است که در نص قرآن به نام مبارک از آن یاد شده است. قرآن کتابی است مبارک، و هذا کتاب انزلناه الیک مبارک. برای چه؟ این برکتش چگونه حاصل می شود؟ لیدبروا آیاته، تا در آیات قرآن تدبر کنند، ولیتذکر اولو الالباب، و تا پند بگیرند خردمندان، انسان‌هایی که اهل خردند، انسان‌های عاقل و هوشیار که می‌دانند چه خبر است، میشناسند دنیا را، میشناسند در این دنیا غرق نمی‌شوند، گم نمی‌شوند، مسیر و مقصد را فراموش نمی‌کنند. لیدبروا آیاته، در آیات قرآن تدبر می‌کنند و پند می‌گیرند. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. آیا در قرآن تدبر نمی کنند انسان ها، یا مشکلی دارند که بر دلهایشون قفل خورده است؟ اگر انسان دلش قفل بخورد نمی تواند تدبر بکند در قرآن. قفل دلها را انسان باز بکند در این ماه. این ماه پاک کردن قلب است. زنگارهای قلب را انسان با توبه و استغفار پاک بگرداند، صیقل بدهد این قلب خود را، تا راه قرآن به روی قلب ما باز بشود. ما راه قرآن را به روی قلبمون بسته ایم متاسفانه. و هذا کتاب انزلناه الیک مبارک، و هذا کتاب انزلناه مبارک، یا کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب، و هذا کتاب انزلناه مبارک فاتبعوه واتقوا لعلکم ترحمون. در سوره انعام می‌فرماید و هذا کتاب انزلناه مبارک، این کتاب مبارکی است که نازل کرده ایم، از آن پیروی کنید و پرهیزگار باشید تا مورد رحم خدا قرار بگیرید. پیروی از قرآن و تقوا و پرهیزگاری، که انسان با تقوا و پرهیزگاری است که میتواند این نفس خود را تزکیه کند. بهترین بهره ما، بهترین دستاورد ما، بهترین ثمره‌ای که میتوانیم از ماه مبارک رمضان استخراج کنیم برای خودمون، تزکیه نفس است. این نفس را تزکیه کردن، پاک گردانیدن، قلب را پاک کردن، صیقل دادن، هنر انسان است در این ماه. اگر انسان بتواند واقعا از این ماه در این جهت استفاده کند، بهره اصلی را از این ماه برده است. همون بهره ای که خداوند آن را سبب فلاح و رستگاری معرفی می کند. قد افلح من تزکا
وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف ابراهیم و موسی. این در صحف گذشته وجود داشته است. این تعلیم مشترک همه انبیاء الهی، همه ادیان آسمانی، همه کتب آسمانی، تعلیم مشترکشون این بوده است که هر شب ما در نماز وتر معمولا میشنویم قد افلح من تزکا. در رأس آن این است که یقینا رستگار شد کسی که تزکیه شد. فلاح و رستگاری از در تزکیه برای انسان حاصل می شود که انسان بتواند نفس خود را پاک بگرداند، آلودگی ها را از خودش دور بکند، رذایل اخلاقی را از خودش دور کند. این هم جز با منهج قرآن حاصل نمی شود برای انسان، جز از طریق قرآن، با منهج و روشی که یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم با آن تربیت شدند، اون یارانی که در اجابت امر پروردگار سر از پا نمی شناختند و الله جل جلاله آنها را تزکیه نمود، مهر تأیید بر ایمانشون و بر تقوایشون گذاشت. سراسر قرآن پر است از آیاتی که در تأیید صحابه می درخشد، در تأیید ایمان اونها. چه شد که آنها توانستند تربیت شوند؟ قرآن آنها را تربیت کرد، رسول الله صلی الله علیه وسلم آنها را تربیت کرد، اینها را با قرآن، با منهج قرآن، به روش قرآن. که عبدالله بن مسعود رضی الله عنه می‌فرماید کنا اذا تعلمنا 10 آیات لم نجاوزهن حتی نعرف معانیهن والعمل بهن فتعلمنا العلم والعمل جمیعا. ما وقتی 10 تا آیه از قرآن یاد می‌گرفتیم، از اون 10 آیه جلوتر نمی‌رفتیم مگر اینکه آنها را فرا بگیریم، هم معانی آنها را، هم عمل به این آیات را. پس علم و عمل را با هم یاد گرفتیم. علم و عمل را نمیتوان از هم تفکیک کرد. اگر انسان چیزی را بداند و به اون عمل نکند، اون وبال گردن او میشد. گفتنی ها و شنیدنی ها الان زیاد شده است، اما 200 گفته چون نیم کردار نیست. انسان به آنچه که میشنود، به آنچه که میداند باید عمل بکند و قرآن هم کتاب عمل است. کتابی است که باید به منهج آن انسان عمل بکند، به روش آن عمل بکند. برای تزکیه نفس هم از روش قرآن به عنوان بهترین روش، بهترین راهکار، بهترین دستورالعمل میتوان استفاده کرد برای تربیت نفس خود. به عنوان مثال من نمونه‌های عرض میکنم از منهج قرآن در تربیت انسان، در تزکیه نفس. اینکه قرآن کلمه تزکیه را به کار برده است، باب تزکیه در قرآن به کار رفته است. قد افلح من زکاها در سوره مبارکه شمس، بعد از 11 سوگند خداوند فرموده است که یقینا رستگار شد کسی که نفس خود را تزکیه کرد. این باب تفعیل بیانگر تدرج در کار است. تزکیه نفس یک کار تدریجی است، یک بار صورت نمیگیرد. تدریجا در دراز مدت انسان باید این عملیات را بر خود پیاده کند. عملیات تربیت نفس، تربیت یک کار دراز مدت است. باید انسان طول درمان آن را تحمل بکند. این طول درمان نفس خود، برای که انسان بتواند نفس را شفا بدهد، التیام بدهد این زخم‌هایی که در نفس او هست، در قلب او وجود دارد. باب تفعول هم که به کار رفته است، قد افلح من تزکا در لغت عربی باب تفعول برای کارهای تکلف آمیز است. هر کاری که زحمت و مشقت در اون هست، باب تفعول برای تکلف است. یعنی این که عمل تزکیه یک عملی سخت و طاقت فرسا، کار آسانی نیست، کار دشواری است. زحمت و مشقت میخواهد، مقاومت میخواهد، استقامت میخواهد، تحمل میخواهد که انسان بتواند این زحمت و مشقت را بر خود هموار کند، بر خود تحمیل کند و تحمل کند اون را، تا بتواند نفس خود را تزکیه کند.
انما العلم بالتعلم و انما الحلم بالتحلم. همان گونه که علم با فراگیری، با سختی و تحمل سختی فراگیری حاصل می شود، حلم و بردباری هم با تحلم، یعنی با تحمل اون بردباری، تحمل سختی اون، که انسان وقتی که عصبانی هست بتواند مثلا از خود بردباری نشان بدهد، خونسردی از خود نشان بدهد، کنترل نفس خود را حفظ کند، از کوره در نرود. و این سخت است بر نفس انسان، خیلی سخت و سنگین است. این اندازه انسان باید سختی را تحمل بکند برای تزکیه نفس خود. در منهج قرآن تزکیه یک اقدام است، نه یک شناخت فقط. دانستن کافی نیست، اقدام عملی لازم است. قد افلح من زکاها، رستگار شد کسی که نفس خود را تزکیه کرد. نه اینکه فقط دانستن کافی نیست، اینکه من بگویم شما بشنوید، من بدانم شما بدانید، این کافی نیست. اگر نتوانم بنده حقیر خودم را تزکیه کنم، این گفتن و شنیدن وبال گردن من میشه. باید انسان عملا اقدام کند. نکته دیگر در منهج قرآن علم است. برای تزکیه علم لازم است. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم با علم یاران خود را تزکیه کرد. یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه، یزکیکم و یعلمکم الکتاب والحکمه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. با علم یاران خود را تزکیه کرد. وقتی عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه نابینا به خدمت پیامبر صلی الله علیه و سلم می آید، در حالی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با سران قریش نشسته بود، با آنها جلسه گرفته بود که آنها را دعوت کند به ایمان، به اسلام، یک بار اون نابینا سر می رسد، بدون اینکه جو مجلس را تشخیص بدهد، شناسایی بکند، صدا می زند که یا رسول الله علمنی مما علمک الله، به من یاد بده از آنچه که خدا به تو یاد داده است. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم این وقت را مناسب تشخیص نمی دهد برای تعلیم او، رو چرخ می دهد از او. اما الله جل جلاله پیامبرش را مخاطب قرار می دهد به این صورت، عتاب می کند پیامبر خود را. عبس و تولی ان جاءه الاعمی، چهره در هم کشید و رو چرخانید که اون نابینا آمد. و ما یدریک لعله یزکا، تو چه میدانی شاید او تزکیه شود. به چه وسیله؟ با علمنی مما علمک الله، با همون علمی که او طالب آن بود. او آمده بود که فرا بگیرد، علم کسب کند از محضر پیامبر صلی الله علیه وسلم. اما خداوند به نتیجه این علم اشاره می کند و ما یدریک لعله یزکا، تو چه میدانی شاید او تزکیه شود. یعنی از در علم و با کسب علم و آگاهی انسان میتواند خود را تزکیه کند. در منهج قرآن تزکیه نفس بر اساس خوف و رجا حاصل می شود برای انسان. خوف و رجا، انسان بترسد و امیدوار باشد، هم به رحمت خدا امیدوار باشد و هم از عذاب و انتقام الهی بترسد، هر دو را با هم. نه خوش خیالی و بی خیالی که بگوییم خداوند ارحم الراحمین است و بس. در کنار ارحم الراحمین بیاد شدید العقاب بودن خدا هم باشیم. این است که خداوند وقتی که از فرشتگان سخن میگوید که فرمان بردار امر او هستند، میفرماید یخافون ربهم من فوقهم و یفعلون ما یؤمرون، از پروردگارشون میترسند و همه مأموریت ها را انجام میدهند، هر چه خدا به آنها امر کند انجام میدهند. تخلف و نافرمانی سرشون نمی شود، چون از خدا میترسند. به همین دلیل هم در قرآن آمده است تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقناهم ينفقون. بندگان مؤمن خدا کسانی هستند که پهلوهایشان از بستر فاصله میگیرد، در هنگام شب نمیخوابند، بلند میشوند، نماز شب میخوانند. چه انگیزه‌ای وجود دارد
یدعوننا رغبا و رهبا، یدعون ربهم خوفا و طمعا، پروردگارشون را با ترس و امید فرا میخوانند. هم میترسند هم امیدوارند. این انگیزه ایجاد میکند برای انسان، نیروی محرکه است برای انسان که بتواند حرکت کند. وقتی پیامبران الهی در قرآن توصیف میشوند، اولئک یسارعون فی الخیرات، اونهایی که در کارهای خیر میشتابند. برای چه میشتابند؟ و یدعوننا رغبا و رهبا، ما را فرا میخوانند با میل و امید و با ترس. یعنی این انگیزه است برای اینکه انسان بتواند در کارهای خیر شتاب کند، بشتابد به سوی خیر، به سوی طاعت و عبادت پروردگار، به سوی فضائل. و این ترس و امید در انسان میتواند این نیرو را به انسان تزریق بکند، این انرژی مثبت را که بتواند در طاعت و بندگی توفیق حاصل بکند، پیشرفت داشته باشد نه پس رفت، در کارهای خیر پیش قدم باشد، در کارهای شر پا پس بکشد، عقب نشینی کند از کار شر، از هر جایی که لغزشگاه هست عقب نشینی کند، اما در کارهای خیر پیشتاز و پیش قدم میدان باشد. این انگیزه میخواهد و انگیزه اش از دیدگاه قرآن این ترس و امیدی است که باید در انسان وجود داشته باشد و تقویت بشود. در منهج قرآن برای تربیت نفس انسان باید نفس خود را محاسبه کند تا تقوا برای او حاصل بشود. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. تقوا را خداوند در دو طرف محاسبه نفس بیان کرده است. برای کسب تقوا انسان باید نفس خود را محاسبه کند، هر از چندگاه بالاخره بنشیند، با خود خلوتی داشته باشد، ارزیابی کند عمل کرده خودش را، گذشته عمر خودش را بررسی کند. چه کار کرده من در این مدت عمر، در این 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، چه اعمالی انجام داده ام، چقدر از عمر من باقی مانده است. بررسی کند پرونده خودش را. این محاسبه نفس در این ماه مبارک رمضان بسیار برای انسان میسر می شود که بتواند خلوت‌هایی با خود داشته باشد و نفس خود را محاسبه کند تا بتواند نفس خود را تربیت کند. انسان در منهج قرآن برای تزکیه نفس انسان باید از افراد ناشایست فاصله بگیرد و از افرادی که امکان دارد در او تأثیر منفی بگذارند. مخالطت با این افراد برای انسان سم است. به همین دلیل هم به هجرت امر شده است در جایی که انسان نتواند دین خود را حفظ کند. و فرموده است پروردگار: وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره انکم اذا مثلهم. خداوند در کتاب نازل کرده است که هرگاه شنیدید که آیات خدا مورد تمسخر قرار میگیرد، استهزاء به آیات الهی می شود، به احکام دین می شود، در مجلسی این گونه نشستید که افرادی داشتن مثلا استهزاء می کردن به دین خدا، کفر می ورزیدن به خداوند و به دین خدا، با اون افراد ننشینید تا اینکه سخن دیگر را آغاز کنند. در غیر این صورت شما مانند اونها هستید. اگر بخواهید با اونها ادامه همزیستی و هم نشینی بدهید شما مانند اونها میشوید. یعنی انسان تحت تأثیر قرار میگیرد. پس فاصله گرفتن از این افراد و هجر اصحاب المعاصی، اصحاب البدعه، اینها برای حفظ ایمان حائز اهمیت است. همچنین از منهج قرآن که باز در همین رابطه است، فاصله گرفتن از دوستان ناباب است. در قرآن الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. این جمله در قرآن می درخشد که
دوستان در جهان آخرت دشمنان هم دیگرند مگر پرهیزگاران. چرا دوست دشمن دوست خودش بشود در جهان آخرت؟ برای چه علتی دارد که دوست بشود دشمن دوست خودش؟ قطعاً این علت